وقتی که خورد بودیم هممون یاد داریم سوال میدادن میگفتن اوتتا بسیار دوست میداری و اوچتا. ما بسیاریمون مادر را انتخاب میکردیم چون که در تربیه مادر 24 ساعت همراه مادر بودیم. ندانسته که پدر بیرون از خانه چقدر زحمت و مهنت های زیاد میکشه. موی سر سفید کردگی تا فرزندا را خرانه و پوشانه. ببخش پدر جان، تو را ما غم بدادیم، مویت سفید نمودیم، آنگه ما خرد بودیم، ما را ببخش پدر. مردی خانه، مردی دانا، مردی عاقل تو هستی، قد بلند و قامت بلند و قبلگاه من تو هستی. شکر گویم از خداوند که تو را داریم پدر، شه ستون خاندان و زیب دوران تو هستی. خدا را شکر پدر که در برمان هستی. پدر اسمت همیشه روی لب‌هاست، پدر مهر